بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه، یا بهتر است بگیم که اولین قسمت از برنامه آن روی سکه بعد از مدت طولانی که این توفیق نصیب نشد که در خدمت شما عزیزان باشیم. همانطوری که بینندگان عزیز و گرامی با این برنامه آشنا هستن، ما سعی می‌کنیم در راستای تصحیح مفاهیم اسلامی و ایجاد وحدت و همبستگی در بین امت اسلامی سعی و تلاش بکنیم. وحدت و همبستگی که الله سبحانه و تعالی همه مسلمان‌ها را به آن امر نموده است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و پراکنده و متفرق نشوید. برای ایجاد وحدت در بین امت اسلامی ما نیاز داریم که به یک سری از اصول و ثوابت اسلامی پایبند باشیم و همه مسلمان‌ها را به سوی آن دعوت بکنیم. مهمترین وسیله برای رسیدن به وحدت و همبستگی در بین امت اسلامی قرآن کریم است. قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی، این کتابی که به عنوان معجزه‌ای بزرگ و شکست ناپذیر بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. کتابی که سراسر آن معجزات الهی است، سراسر آن دروس اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و برنامه کاملی است برای زندگی بشریت، برای بهتر ساختن زندگی بشریت، برای ساختن انسانی آزاده که فقط بندگی الله سبحانه و تعالی را نماید. این ریسمان محکم الهی و این حبل المتین کتابی است که ما می توانیم آن را اساس برای اتحاد و وحدت و همبستگی و همدلی بین مسلمانان قرار دهیم. کتابی است که الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که از این کتاب جاویدان الهی پیروی بکنیم، به آیات آن عمل بکنیم. الله سبحانه و تعالی این کتاب را بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان خاتم انبیا فرستاد و همه انسانها را به سوی فوز و فلاح و رستگاری در سایه این کتاب راهنمایی کرد. قرآن کریم می تواند وسیله‌ای باشد برای ایجاد وحدت، همبستگی و همدلی در میان شیعه و سنی، در بین همه اطیاف مختلف امت اسلامی. اگر ما قرآن کریم را اصل قرار بدهیم، می توانیم در بین امت اسلامی وحدت واقعی، نه آن وحدتی که به دروغ شعار میدهند که هفته وحدت و وحدت بین امت اسلامی، اما در راستای ایجاد تفرقه و فساد و فتنه در بین امت اسلامی سعی و تلاش میکنند. در مناطق مختلف جهان، در کشورهای مختلف اسلامی به نام دین، به نام مذهب فتنه و فساد و جنگ را به راه انداختند، از فلسطین و سوریه و لبنان و عراق و یمن گرفته تا افغانستان و پاکستان. ما در این برنامه می‌خواهیم برای شما عزیزان بیان بکنیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این صحابی جلیل القدر و این سید و سردار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در کتابی که منسوب به ایشان است، در کتاب نهج البلاغه، امت اسلامی را و شیعیان خود را و همه مسلمانان را به سوی پیروی از قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی و این حبل المتین ما را راهنمایی کردند و فرا خواندند. من در اینجا بعضی از عباراتی که در کتاب نهج البلاغه آمده است را برای شما عزیزان بیان می کنم. دوستان عزیز اگر صفحه مانیتور من را داشته باشند، این کتاب نهج البلاغه است. کتابی است که منسوب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. ترجمه محمد دشتی که ترجمه مورد پسند من هست و همیشه این ترجمه را استفاده می کنم و چاپ ایران هست. این کتاب، اینم شناسنامه‌اش، در کلام 156 من سعی می کنم که
این صفحه رو برای شما عزیزان بخوانم. در صفحه 290 در اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی می‌فرماید که و علیکم بکتاب الله فانه حبل المتین و نور المبین و شفاء النافع و ریع الناقع و عصمة لمتمسك و نجاة لمتعلق ولا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب و ولوج سمعی. این عبارت عربی این روایت هست که منسوب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است و چون عبارات واقعا بلیغ و ادبی هست شاید قرائتش برای هر کس آسان نباشد. من ترجمه فارسی این رو برای شما عزیزان از همین کتاب در صفحه 291 میخوانم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند که بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرو نشاند، نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپی آیات کهنه‌اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است. الان این کتاب و این تعریف زیبا و جالب از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی است. تشکر میکنم از دوستان عزیز. روایات مختلف که در آن دعوت پیروی و تمسک جستن به قرآن کریم را برای ما بیان می کند وجود دارد که روایت دیگری آن خطبه 110 نهج البلاغه است که در مورد توسل من همیشه با آن استناد کردم. این رو هم با هم می بینیم. این کتاب نهج البلاغه است، اینم صفحه شناسنامه آن و اینم خطبه 110. خطبه 110 در اینجا قیمت القرآن، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که و تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فإنه انفع القصص. این تعریف زیبا و جالب از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد قرآن کریم است که من ترجمه همین خطبه 110 رو از صفحه 211 ترجمه نهج البلاغه از محمد دشتی خدمت شما عزیزان میخوانم که میفرماید و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود بخش ترین داستان هاست. زیرا عالمی که به غیر علم خود عمل کند چنان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلکه حجت بر او قوی‌تر و حسرت و اندوه بر او استوار. در پیشگاه خدا سزاوارتر به نکوهش است. دوستان عزیز، 10 ها روایت دیگر در نهج البلاغه ما داریم در مورد اهمیت قرآن کریم، تمسک جستن به این کتاب جاودانی که سیدنا علی رضی الله عنه از این کتاب به عنوان حبل الله المتین یاد می‌کنند. و همونطوری که در شروع صحبت ها گفتم ما میتوانیم قرآن کریم را به عنوان اساس و پایه وحدت اسلامی در بین امت
و در بین همه انسان‌ها تقدیم بکنیم. ببینید وقتی که ما می‌خوایم خانه‌ای بسازیم به خاطر اینکه خانه ما محکم باشد، استوار باشد، از سیل و زلزله و طوفان و گردباد در امان باشد، اساسات و پایه‌های آن را محکم می‌سازیم. اگر ما می‌خوایم در بین امت اسلامی وحدت ایجاد بکنیم، باید بر اساس یک اساس و پایه محکم این وحدت ایجاد شود که خدای نخواسته در بین مسلمان‌ها جنگ و اختلاف و تفرقه و دو دستگی ایجاد نشود. و تنها چیزی که می‌تواند این وحدت حقیقی را در بین امت اسلامی ایجاد نماید، قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی است. ما اهل سنت به این اعتقاد داریم که این قرآن کریم معجزه جاودان الهی است. ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. شما از اول قرآن کریم، وقتی که ما در شروع در قرآن کریم در اولین سوره قرآن می‌بینیم که الله سبحانه و تعالی سوره حمد رو به عنوان سوره‌ای برای ما میفرستد که ما در هر نماز این سوره رو بارها میخوانیم، در هر رکعت میخوانیم این سوره رو. هم شیعه میخوانند، هم سنی میخوانند. در این سوره مبارک الله سبحانه و تعالی یک سری اساسات اعتقادی دین مبین اسلام را بیان می‌کند و دقیقاً در سوره بعد از آن، در سوره بقره، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست، هدی للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقیان و برای پرهیزگاران. در همین کتاب، در همین قرآن کریم، در جایهای مختلف این قرآن، الله سبحانه و تعالی تحدی می‌کند همه انسان‌ها رو که فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل سوره‌های قرآن بیاورید، که هیچ کس تا امروز نتوانسته است که در مقابل این تحدی و این چالنجی که در قرآن کریم وجود دارد، یک سوره یا یک آیه مثل آیه‌های قرآن کریم بیاورد که هم معجزه باشد، هم از فصاحت و بلاغت و معجزه‌گونه‌ای برخوردار باشد و هم انسان‌ها از آن پیروی کنند و سبب هدایت انسان‌ها شوند. دوستان اشاره می‌کنند که یک میان برنامه‌ای باید بگیریم. بعد از این برنامه شما دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، همانطوری که گفتیم الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را به عنوان معجزه جاودان خود فرستاد بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این قرآن کریم از جانب الله سبحانه و تعالی حفظ شده است و الله سبحانه و تعالی حفظ و نگهداری این قرآن کریم را به عهده گرفته است و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم ما را همیشه به این امر نمودند در کتاب نهج البلاغه که به قرآن تمسک بجویید. قرآن حبل الله متین است، قرآن بهترین گفتار است، قرآن بهار دلهاست، قرآن معجزه جاودان الهی است، کتابی است که باطل در آن وجود ندارد و این کتاب کتابی است که تحریف نشده است، این کتابی است که الله سبحانه و تعالی حفظ و نگهداری آن را به عهده گرفته است. اما عده‌ای از مسلمان ها به این اعتقاد نیستند، یا بهتر بگوییم علمای آنها به این اعتقاد نیستند و فکر میکنن که این قرآن تحریف شده است، این قرآن دست خورده است، آیاتی از آن کم شده و آیاتی از آن اضافه شده و بعضی از کلمات در این آیات جابجا شده و بعضی از کلمات حذف شده است از آیات قرآن کریم، که در این مورد کلیپی رو دوستان آماده کردن که این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهم بود. القرآن الحقيقي هو في صدر المعصوم. بمعنى النقيصة. بأي معنى؟ بمعنى أن المصحف الذي الآن بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن. وإلا ماذا تفعلون ب1200 رواية في تحريف القرآن؟ قائل بعدم تحريف القرآن كافر. الآية هكذا كانت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أريد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شيء طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها، صار ما صار. صاحب بحار الأنوار العلامة المجلسي في مرآة العقول يقول: الروايات الدالة على النقيصة والتغيير والتلاعب، التفت، متواترة على حد تواتر روايات الإمام. ياهو الحق مولانا سيد الخوي الشيعي له إذا جعلنا مسألة التحريف من مميزات التشيع، ياهو الشيعي الخوي له صاحب البحر، شو نقول؟ إذا قلنا بيني وبين الله، إذا كان وضوح الروايات، بعد تعلمون بأن المحدث النوري أكثر من 1000 رواية جمعها وين؟ اللي بعد رحمة الله تعالى عليه المرحوم معرفة مولانا في كتابه صعد نزل ما أدري سوى، قال من 1200 رواية لا فد 250 رواية منها صحيحة السند. بينك وبين الله 250 رواية صحيحة السند، عاد شلون تنفي التحريف؟ أعزائي، إذن مثل المحدث النوري، مثل العلامة المجلسي، بالنسبة إليه هذا نص شنو؟ جلي. أولا يورث القطع أو لا يورث اليقين؟ يورث اليقين، ولهذا ذهب إلى التحريف. ذهب إلى التحريف. نعم تقول لعد إذا كان القرآن محرف كيف نعتمد عليه؟
وكيف نستند إليه وهو في البحار؟ استند الجواب يقول لأن الأئمة سلام الله عليه قالوا اعملوا بهذا الذي عندكم إلى أن يأتي صاحبها، اعملوا بهذا القرآن الذي بأيديكم إلى أن يأتي القرآن ماذا؟ القرآن الذي بيد الإمام سلام الله. القائل بعدم تحريف القرآن كافر. قد تقولون وكيف ذلك؟ القاعدة صحيحة. هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن، وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم. لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى، إننا نكذبهم، ومن يكذب المعصوم فهو كافر. من يكذب المعصوم فهو كافر. مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. إن عدة الأئمة عند الله 12 إماما يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم. هي موجودة بالقرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين كفروا. بينهم الذين كفروا هو نفسه بالإجداش القصيرة. وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا الذين آمنوا برز الإيمان كله. أنتم جماعة عدل. وهذا نص مولاي، هذا نص قرآن، هسه مو قاعد أنا أتلاعب لك بالموضوع. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المجلد 12 دار الكتب الإسلامية، التفت إلى عبارته، يقول التفت: ولا يخفى أن هذا الخبر، يا خبر، إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه 17,000 آية، اللي أنا عبرت مولانا وهو يتأذى مولانا، قلت يعني القرآن 3 مجلدات واصلنا ايش قد مولانا؟ فد مجلد، لأنه 17,000 آية 6,000 وكسر، يعني ثلث القرآن، يعني مجلد واحد. المجلدين الأخرى عند من؟ ها؟ عند من؟ عند الحجة. هو ماذا يقول؟ يقول إن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. نقص القرآن يا ليتم فقط كان واقف عند شنو؟ يعني هذا الذي بأيدينا أولا ناقص منه، واللي موجودة بشنو؟ يقولوا ليش تتهم المجلسي؟ بابا أنا وين متهمه؟ وهذا كلامه. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة، مو أخبار أحاد. معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا. بعد لا يمكن رفعه، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة. ما أدري واضح ولا؟ هذا في المجلد 12 صفحة 512 مولانا.
بله بینندگان عزیز گرامی، کلیپ رو دیدید. ما گفتیم که قرآن کریم رو به عنوان حبل الله المتین، به عنوان یک اصل و اساس می توانیم برای ایجاد وحدت و همبستگی در بین امت اسلامی قرار دهیم، چون تنها چیزی که همه امت اسلامی باید بر روی آن اتفاق نظر داشته باشند این است که این قرآن کلام الله هست، معجزه جاودان الهی است، کتابی است و دستور زندگی است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرموده است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما همانطوری که دیدید تعدادی از مسلمان نماها اعتقادات دیگری دارند، میگن که این قرآن تحریف شده است، این قرآن دست خورده است، این قرآن ناقص است. همین مسلمان نماها رو میبینیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ناقلین دین برای ما هستند رو مورد طعن و لعن قرار میدهند و هر کسی که بیشترین و بهترین خدمات رو برای دین مبین اسلام ادا کرده باشد، بیشترین نصیب دشمنی و عداوت و کینه و طعن و لعن از طرف این مسلمان نماها نصیب او میگرده. شاید عده‌ای از دوستان بگن که خب این حرفها را یک عده افرادی یا آخوندهایی زدند و خب اصل اعتقاد بر این نیست و شیعیان قائل به تحریف قرآن نیستند. ما سری میزنیم به کتاب‌های اینها، به صحیح‌ترین کتاب‌های اینها و به صحیح‌ترین روایاتی که در کتاب‌های اینها وجود دارد تا ببینیم که نظرشان در مورد تحریف قرآن کریم از دیدگاه اینها چیست. من خدمت شما عزیزان صفحاتی را از کتاب اینها نشان می دهم که در آن اینها قائل به تحریف قرآن کریم هستند و میگویند که قرآن کریم 17,000 آیه است. بله، این کتاب کافی است، کتاب کافی از ثقة الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، متوفی سال 329 در جلد دوم که این کتاب رو هم خودشان چاپ کردن، یعنی ما چاپ نکردیم، دوستان شک نکنن. در صفحه 350 در این کتاب، این صفحه 350 جلد دوم کتاب اصول کافی و روایت 29 در اینجا روایت شده که عن ابی عبدالله علیه السلام امام جعفر صادق قال ان قرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه، قرآنی که جبرائیل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده بود 17,000 آیه بود. این در کتاب فضل القرآن و به عنوان آخرین روایت در این کتاب آورده شده. تشکر میکنم از دوستان. سری بزنیم به کتاب‌های دیگر اینها که در مورد این روایت چی گفتن. حالا شاید یک از دوستان بیاد بگه خب شما رفتید یک روایت ضعیفی رو، یک روایت دروغینی رو از کتاب کافی. کتاب کافی دوستان عزیز جایگاهی که مثلا صحیح بخاری در نزد اهل سنت داره، همچین یک جایگاهی رو در نزد شیعه داره. خودشان روایت دارن که وقتی که کلینی کتاب کافی رو نوشت، خب کلینی در زمان نواب امام زمان زندگی میکرد و وقتی که این کتاب رو نوشت، این کتاب رو اصلا به شکل مادی، یعنی این کتاب رو بردن خدمت امام زمان و ایشان امضا کردن و فرمودن که الکافی کافی لشیعتنا، این کافی برای شیعیان ما کافی است، یعنی غیر از این دیگه نیازی ندارن. از جمله صحیح ترین کتاب های اینها محسوب می شود و کتابی است که
در اون کل اصول و ثوابت دین تشیع در این کتاب موجود است. یکی از کسانی که آمده است و این کتاب رو شرح کرده است آقای مجلسی است که صاحب بحارالانوار در 110 جلد از کتاب ایشون و کتاب دیگری دارد به نام مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول. این کتاب در به اصطلاح شرح کتاب کافی نوشته شده است. این صفحه اول کتاب هست و اینم شناسنامه کتاب. در تهران هم چاپ شده، تهران بازار سلطانی دارالکتب الاسلامیه. و اینجا در ذیل همین روایتی که میگن قرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، در ذیل همین حدیث ایشون اومده و این حدیث رو شرح کرده و در اینجا میگه که خب این حدیث فالخبر صحیح، این حدیث صحیح است. ولا یخفى ان هذا الخبر، و بر شما پوشیده نماند که این حدیث و کثیر من الاخبار صحیحه، بعضی از اخبار صحیحه صریحه فی نقص القرآن و تغییره. دقیقا همین روایت رو لحظات پیش در ویدیو اگر ملاحظه فرموده باشید آیت الله کمال حیدری این روایت رو خواندن، دقیقا همین روایت رو خواندن که این حدیث و دیگر احادیث فراوان و صحیح و صریح وجود دارد که دلالت می کند بر نقص قرآن و تغییر قرآن، که این قرآن ناقص است و تغییر یافته است. و عندی، و آقای مجلسی میگه و در نزد من ان الاخبار فی هذا الباب متواترة المعنی، که اخبار و روایات در این باب متواتر است. یعنی دیگه متواتر رو میدونید که دیگه وقتی یه چیزی متواتر باشه دیگه در اون نمیشه جدل کرد. و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا يقصر عن الاخبار الامام فكيف يثبتونها بالخبر. میگه که این خبر، این روایات های متواتری که در باب تحریف قرآن وجود داره اصلا قابل رد کردن نیست، چون که روایاتی که در این باب وجود دارد کمتر از روایاتی که درباره امامت وجود دارد نیست. پس چگونه امامت را توسط این گونه اخبار ثابت می کنند؟ یعنی علامه مجلسی میخواد بگه که اگه شما بیایید احادیثی که در باب تحریف قرآن آوردند رو انکار بکنید، کما این که شما آمدید چیکار کردید؟ امامت رو انکار کردید. انکار تحریف قرآن یعنی انکار امامت، چون روایاتی که در این باب آمده است دقیقاً مثل همون روایاتی است که در باب امامت آمده است. به خاطر همین یک از آخوندهای لباس شخصی دیدید در ویدیو میگفت که کسی که قائل به تحریف قرآن نباشد کافر است و مسلمان نیست. الان شما میخواییم که ما مثلا این قرآن رو بیاییم به عنوان اساس وحدت اسلامی قرآن رو مطرح بکنیم. چرا میخوایم قرآن رو مطرح بکنیم؟ چون غیر از قرآن شاید در مسائل دیگر مسلمان ها بتونن در بینشون اختلاف بکنن. حالا بیایم بگیم که مثلا اساس وحدت اسلامی رو صحابه قرار بدیم. خب خیلی از منتسبین به اسلام هستن که صحابه رو قبول ندارن، بلکه مورد لعن و نفرین هم قرار میدن. خب صحابه نشد. کتب احادیث رو اصل وحدت قرار بدیم. خب احادیث ما با احادیث شما فرق میکنه. هر کسی برای خودش حدیثی داره، کتابی داره. احادیث ما رو شما قبول نمی کنید، احادیث شما رو ما قبول نمی کنید. پس اینم که نشد اساس وحدت. اهل بیت رو بخوایم اساس وحدت قرار بدیم، خب ما میبینیم در بین خود اهل بیت خیلی از اهل بیت هستن که شیعیان اونها رو مورد لعن و نفرین و طعن و حتی متهم به کذب و دروغگویی هم میکنن. خب اهل بیت هم نمیشه اساس وحدت اسلامی. علمای امت اسلامی رو اساس وحدت قرار بدیم، خب اونام نمیشن. بیایم چی کار بکنیم؟ بیایم کتابی رو که
یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما این کتاب رو نازل کردیم و ما این رو حفظ کردیم و حفظ خواهیم کرد. یعنی تا قیام قیامت این کتاب توسط الله سبحانه و تعالی محفوظ خواهد ماند. همونطوری که ما میبینیم از صدر اسلام تا امروز این قرآن کریم در سینه های مسلمانان متواتر حفظ شده. ما امروز میلیون ها حافظ قرآن داریم در جهان. یعنی چی؟ یعنی اگر همه مصاحفی که در دنیا وجود دارد رو از بین ببرند، قرآن از بین نمیره. چرا؟ ما میلیون ها انسان نابینا داریم که قرآن رو کامل حفظ کردن، پس نمیشه قرآن رو کامل از بین برد. قرآن معجزه هست، کلام الهی هست، محفوظ هست. پس بهترین اساس و پایه وحدت اسلامی میتواند چی باشد؟ قرآن کریم باشد. اما دشمنان وحدت اسلامی، دشمنان امت اسلامی، دشمنان دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این وحدت رو نمیخواهند. نمونه‌اشو دیدید لحظات پیش در این کلیپ، از انواع و اشکال مختلف آخوندها رو دیدید که چگونه با تمتراق میگفتن که بله این قرآن تحریف شده، این قرآن به اصطلاح دستکاری شده و کسی هم که قائل بر این باشد که قرآن محفوظ است، قرآن تحریف نشده، این انسان کافر است. حالا ما میگیم کسی که قائل به تحریف باشه کافر است، اونا میگن نه خیر، شمایی که اعتقاد به تحریف قرآن ندارید کافرید. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بگیم که الله سبحانه و تعالی قادر است، تواناست، مالک الملک است، پادشاه جهانیان است و این قدرت عظیم الهی کتاب جاودانش رو، قرآن کریم رو، کلامش رو حفظ کرده، این قدرت الهی از تحریف و دست برد و کمی و زیادی حفظ کرده. یعنی وقتی شما این عظمت و جلال رو برای ذات اقدس الهی قائل باشید، شما میشید کافر. اما اگر بگید که خدا یک قرآنی فرستاد، یک پیامبر آخر زمانی فرستاد، خاتم الانبیایی فرستاد، یک کتاب بزرگی رو برای او فرستاد، در کتابش هم قول داد که ما این کتاب رو حفظ میکنیم، این معجزه است، کسی این رو نمیتونه دستکاری بکنه، کسی این رو نمیتونه دست بزنه. اما خلاصه نشد، علیاذ بالله خدا نتونست این کتابش رو حفظ بکنه. 4 نفر اومدن این کتاب رو چیکار کردن؟ دستکاری کردن، آیاتش رو تحریف کردن، یه چیزی زیاد کردن، یه چیزی کم کردن. 17,000 آیه بود، اینو مختصرش کردن در 6,000 خورده آیه. اگر شما این اعتقاد رو داشته باشید، بله مسلمان نابید، وارد بهشت میشید و از نعمتهای الهی مستفید میشید. اما اگر که قائل به عظمت و جلال و قدرت الهی باشید و قائل به عدم تحریف قرآن باشید، شما میشید کافر. ببینیم که یکی دیگر از شارحین اصول کافی که آقای مازندرانی است، ایشون در این مورد چی میگه؟ این کتاب کافی با شرح کی؟ آقای محمد صالح مازندرانی، متوفای 1081. ایشون در این کتاب در زیر همین روایت در صفحه 79 جلد 11 بعد از این که روایت رو میاره میگه که ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الى محمد صلی الله علیه وسلم 17,000 آیه که 17,000 آیه بوده. در زیرش میاد میگه که اینجا این قسمتش مهم است. اقول كان الزائد على ذلك بما في هذا الحديث سقط بالتحریف. میگه این چیزای اضافه ای که در این روایت، در این حدیث به آن ذکر شده، این از قرآن افتاده به وسیله تحریف و اسقاط بعد القرآن و تحریفه ثبت من طرقنا بالتواتر. میگه تحریف قرآن و اسقاط قرآن یعنی نقص شدن، افتادن آیاتی از قرآن از طرق ما، از راههایی که اینها دارن در نقل روایات، به تواتر معنی است، یعنی ثابت است، به تواتر ثابت است. کما یظهر لمن تأمل فی کتب الاحادیث من اولها الى آخرها. میگه کسی که با به اصطلاح کتاب‌های
روایی ما را، کتاب‌های احادیث ما را از اول تا آخرش ملاحظه بکنه، بر او ثابت میشه که چی است؟ این قضیه اعتقاد به تحریف قرآن به حد تواتر رسیده است و این کتاب علیاذ بالله تحریف شده است. این مطلبی بود که ایشان در شرح کتاب کافی آوردن. پس دو تا از شارحین این روایت میان چیکار میکنن؟ میگن که بله این قضیه تحریف قرآن صحیح و صریح هست. دوستان از همین لحظه میتوانند شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن و عزیزانی که میخواهند در برنامه اشتراک بکنن، در مورد موضوع برنامه صحبت بکنن، میتونن تماس بگیرن و انشاءالله از هفته آینده شماره واتساپ برنامه رو هم اعلان خواهیم کرد که عزیزان بتونن از طریق واتساپ هم با ما در تماس باشن. یک میان برنامه خیلی کوتاه چند ثانیه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم خدمت با ما همراه باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر پادارنده عدالت باشید، به خاطر الله گواهی دهید، هرچند به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد. الله سزاوارتر از کسی است که درباره اش گواهی می دهید، چه آن شخص فقیر باشد و چه ثروتمند. پس از خواسته های نفسانی پیروی نکنید که منحرف می شوید. و اگر به درستی گواهی ندهید یا از گواهی دادن روی بگردانید، بدانید که الله به اعمالتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید شماره تلفن برنامه زیرنویس شده است و شما عزیزان می توانید که به برنامه خودتون تماس بگیرید و در مورد موضوعی که امروز در موردش صحبت می کنیم اظهار نظر بکنید. حتی کسانی که مخالف گفته‌های ما هستن میتونن بیان با دلیل، با مدرک، با برهان عقایدشون رو بیان بکنن. در قضیه قائلین به تحریف قرآن کریم، از جمله کسانی که در کتاباشون این مسئله رو ذکر کردن، صاحب کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه از ملا محمد تقی مجلسی، دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، در این کتاب هم
در مورد تحریف قرآن کریم اینجا ببینید که چی میگه. در جلد دهم صفحه 20 در اینجا آورده که الأخبار في طرق العامة والخاصة متواترة بأنه كان زائدا عليه ونقصوا عنه لمصلحة مذهبهم الفاسد. میگه در کل روایات عامه یعنی اهل سنت و خاصه یعنی شیعه به تواتر ثابت شده است که قرآن رو کم کردن، زیاد کردن به خاطر مصلحت مذهب چیشون؟ مذهب فاسدشون. البته این دروغ است نسبت به اهل سنت. و همچنین در ذیل همین صفحه ما میبینیم که و ذکر شیخنا البهایی عبارات فی کشکوله لكن ورد الأخبار من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أنهم أجازوا لنا قراءته هذه القراءات المشهورة والعمل به بما في القرآن حتى يظهر صاحب الزمان ويخرج القرآن الذي جمع أمير المؤمنين. ائمه علیهم السلام میگه که گفتن که این قرآن، همین قرآنی که دست ما هست این رو بخوانید و به این عمل بکنید تا اینکه امام زمان بیاد و قرآن اصلی رو که حضرت علی جمع کرده رو با خودش بیاره. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم بعد از مدت‌های مدید غیبت داشتید. حالا من نمیدونم البته کار شخصی بکنم. خود توفیقتون بدید. یعنیتون خوشحال شدم. سلامت باشید. استاد من رو 5 مسئله مدت مدید روی فکر دارم میکنم. بله، میشه خودتون رو معرفی بفرمایید؟ شما چه؟ من عبدالله هستم از ایران. آقای عبدالله از ایران، بفرمایید. اما 5 مسئله شاید وقت برنامه فرصت نده به ما. یک مسئله ای رو بیان بکنید انشالله در مورد صحبت میکنیم. الو؟ بله بفرمایید. مختصره، نه طولانی که من میخوام سخنرانی رو کنم. بفرمایید. ازم بده شما من باطل بودن شیعه رو در 5 کلام براتون خلاصه میکنم. 1 شرکشونه، 2 کفرشونه، 3 نفاقشونه، 4 ربا، 5 دروغ. همین 5 مسئله من مدت مدید روش فکر کردم و دیدم با اینا انطباق داره، با مذهب اینا همخوانی داره. بله. به قول معروف عجینه در پوست و خونشون اینا. درست. ما هدایتشون میخوام، ولی در اصل قضیه اینا با این مسئله روش پیدا کردن اینا. تو صحبتی که ما میشنویم راجع به روحانیت و به قول معروف این حرفایی که میزنن، حالا اونا به کنار. بله. بله. خب متاسفانه تماس بیننده عزیزمون آقا عبدالله قطع شد. ببینید من چند روز قبل یکی از دوستان در مورد آقای قرائتی بود فکر کنم صحبت میکرد که ایشون اومده توی برنامه یک دروغی رو بیان کرده. در مورد این موضوع من بعد از تماس این دوست عزیز صحبت خواهم کرد. بله بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی الحمدلله. سلامت. احوالتون رو بپرسم، مدتا نبودی. خواستم احوالتون رو بپرسم. متشکرم. خیلی خوشحال شدم برنامه زنده دارید. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال شما را حفظ کنه. خودتون حفظتون کنه، برامون دعا کنید ان شاء الله. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. متشکرم از شما. بارک الله فیکم. تشکر از شما برادر عزیز. خلاصه یکی از دوستان اومد گفت که آقای قرائتی در یکی از برنامه‌اش من دیدم، خب یکی از علما بود این صحبت رو کرد. ایشون فرمودن که والا من یعنی باورم نمیشد که یک عالمی بیاد مثلا در حد آقای قرائتی همچین دروغی رو بیاد نسبت به اهل سنت بگه که بله من با یکی از علمای اهل سنت نشستم و ایشون
یک مسئله ای رو به اصطلاح بیان کردم و به من گفتن که حق با شماست. میگه که میگه باورم نشد که مثلا کسی مثل قرائتی بیاد همچین دروغی رو نسبت به اهل سنت بگه و نسبت بده. من همون لحظه صفحه ای رو از کتاب عین الحیات مجلسی، یکی از دوستان از من خواسته بود این کتاب رو، همون لحظه تو موبایلم بود، در واتساپ فرستاده بود یکی از دوستان، همون لحظه سرچی کردم در این کتاب. حالا این دوست عزیزمون مطلبی رو اشاره کردن، اگر صفحه مانیتور رو دوستان داشته باشن، من این قسمت رو همینطور رنگ کردم و خلاصه فرستادم. این کتاب عین الحیات علامه مجلسی است، در جلد دوم این کتاب در صفحه 358. اینجا روایت میاره، میگه که شما، میگه از ابی عبدالله روایت است که ایشان فرمودن که اگر شما اهل ریب و بدع رو دیدید، یعنی اهل سنت رو دیدید بعد از من، فاظهروا البراءة منهم، از آنها اعلان براءت کنید، و اکثروا من سبهم، زیاد بهشون فحش بدید. تعجب نکنید، یعنی این الان داره فضایل اعمال رو در دین بیان میکنه، اونم از زبان کی؟ از زبان نوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن که بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای این مبعوث شدم که یعنی مکارم اخلاق رو به پایه اکمال برسانم. نوه ایشان میگه که تا میتونید فحش بدید، والقول فیهم، هرچی هم دوست دارید در موردشان بگید، والوقیعت، یعنی غیبتشون بکنید، و باحتوهم، حتی تا میتونید به اونها تهمت بزنید، کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا که فساد نکنن در اسلام. حالا ببینید مثلا این کاری که دارن میکنن خیلی کارهای خوبه. و یحذرهم الناس ولا یتعلمون من بدعهم، که مردم از بدعت‌های اونها یاد نگیرن. حالا ببینید اینجاش جالبه، فحش بدید، دروغ بگید، تهمت بزنید، غیبت بکنید، بعدش هم یکتب الله لکم بذلک الحسنات، خودم برای شما به خاطر هر دروغ و غیبت و تهمت و فحشی که دارید میدید به شما چیکار میکنه؟ یک حسنه‌ای برای شما مینویسه. و یرفع لکم به درجات، شما رو درجات در بهشت بالا میبره در روز آخرت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خب این روایت رو مجلسی میاره، بعد در اینجا پاورقی هم زده، میگه کافی در جلد 2 حدیث 375 باب مجالست اهل المعاصی، و در وسایل شیعه در جلد 11 حدیث 508 جلد اول باب 39 ذکر شده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، احوال شما خوب است؟ سلامت باشید برادرز. قربان شما. بشیرم از مشهد. بشیر جان بفرمایید. عرضم حضور شما، همینایی که مجلسی به حساب شما الان ذکر میکنه، همینا این نوشته یا علامه اینا نوشتن به اسم او؟ نه خودش نوشته. یعنی خودش نوشته. ما که از ما قبلش نمیدونیم چجوری بوده، چون این کم و زیاد خیلی چیزا میشه. درسته، اما ببینید الان مثلا تو همین کتابی که مسئله امامت رو ذکر کرده، ائمه 12گانه رو ذکر کرده، در همین کتاب تحریف قرآن رو هم ذکر کرده، فضیلت فحش دادن و غیبت کردن و تهمت زدن هم ذکر کرده، و همه اینها روایات متواتر گفته. اینا روایات متواتره. درست. حالا ما من کلامتان شکر. الو. بله بفرمایید. میگم که من خودم شیعه سرسختم به حساب خودم، فهمیدی؟ ولی احترام حضرت ابوبکر و عمر ندارم، عرض شما از افغانستان، فهمیدی؟ یعنی بعد مردم بسن تو برنامه شما شبکه کلمه اینا ما خیلی میشنوم که میگن اینا مثلا امامان عین خدا. ما الان هیچ وقتی کار خود ما نکردم و اکثرا نیست، حالا تو که شاید از خدا هم بالاتر بدونن حضرت علی، ما ممکن نیست ما درست. از حضرت اعظم خدا هم اگه چیز بالاتر که نیست.
ولی اگه مو بود حضرت علی را از خدا بالاتر میدونستن. همه وجود نیست. نمیخواهشان بعد من به شما یه چیز بگم. من به امکان داره تایید میکنن حرف شما. برادر عزیز، من یک چیزی به شما بگم. اهل بیت دوست دارید ولی دیگه نه به حدی که به جای خدا نعوذ بالله. ببینید برادر عزیز، من به شما یه چیزی بگم. اگر همین اعتقاد رو شما داشته باشید که به غیر خدا متوسل نشید، شرک نورزید، به اصحاب پیامبر فحش ندید، شما شیعه واقعی علی هستید و من پیشانی شما رو میبوسم. الان یک بحث دیگه همین بحث قبور. الان مثلا ما پدرم بالفرض من 3-4 سال فوت کرده. این چی عیب اراده داره؟ ما برم بابا پدر ما نعوذ بالله تمام این چیزا که نبوده، یک فرد عادی بوده. بله. مثل بقیه افراد دیگه. همین چی اشکالی داره که ما همونجا پنجشنبه هیچ اشکالی نداره. الحمدلله الله بخوانم. هیچ اشکالی نداره. ببینید چون اکثر وقتا همین میگن قبل پرست و چیکار فلان زنده شما نمیپرست. من یه چیزی به شما بگم. همین که مثلا گفتن که اگه به شما گفتن که مثلا وهابیا یا اهل سنت منکر زیارت قبرن، این دروغیه که آخوندا گفتن. ما اهل سنت اعتقاد داریم. ببینید تو مذهب شما هم بله. الان من خدمت شما عرض کنم. یک لحظه من یک روایتی رو خدمت شما عرض بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که شما به زیارت قبرها بروید، زیرا زیارت قبر شما را به یاد آخرت میاندازد. مثلا شما الان میرید قبر پدرتون رو زیارت میکنید، خوبه؟ میرید اونجا طبق روش سنت در اونجا میگید که السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، درست؟ به اونها سلام میگید. بله. بعد میگید که شماها رفتگانید، ما هم به دنبال شما خواهیم بود، الله سبحانه و تعالی شما را بیامرزه و به ما هم هدایت بده. این نص دعایی است که حالا من فارسیشو به خدمت شما بیان کردم. خب شما این کارو کردید، این عبادت است. ما اعتقاد داریم این کار عبادت است، چون عمل به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اهل سنت دشمن زیارت قبر نیستن، دشمن خواستن از قبر هستند. دشمن قبر رو به عنوان یک مرکز تجارتی درست کردن، به عنوان یک منبع درآمد درست کردن هستند. بله بفرمایید. اینا همه آخوندا اینا رو چیزا درست کردن. ما الان به قبر امام رضا گاهی وقت مرم نمرم که به صورت از چیزی بخوام. خود شما هم میدونین که هیچ امکان نداره، ما هم میدونیم. ولی یک پیشنهاد به تمام مسلمین جهان ما از این تلویزیون شما بکنم. بفرمایید. این مردم اهل سنت و تشیع اینا همه خوبن. اگه همین مولویای شما و همه آخوندای ما اینا برن یک جایی که دیگه اینا نبینیم، همه با هم خوب میشه. این برای شما همونجور دقیق بگم. خداوند هدایتشون بده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حرف ما هم همینه برادر عزیز که خداوند هدایت بده این آخوندهای شما رو و ملاهای ما رو که اینها بشینن با هم دیگه این مشکلاتشون رو حل بکنن و قرآن کریم رو اصل و اساس وحدت در بین امت اسلامی قرار بدن. دیگه من و شما که با هم مشکلی نداریم، ما و شما که با هم دیگه داریم زندگیمون رو میکنیم، یعنی مشکل خاصی ندارن عموم مسلمان‌ها با هم دیگه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام، خسته نباشید. سلامت باشید. مهردادم از ایران. آقا مهرداد بفرمایید. ضمن عرض خوشامدگویی به شما واسه اومدتون واسه شبکه خواستم راجع به شب امروز یه توضیح کوتاه بدین. بفرمایید. نه خواستم شما یه توضیح به ما بگین اگر امکان شد. در مورد چی؟ شب امروز. باشه. ممنون، متشکرم. زنده باش. ببینید گرچه این موضوع برنامه ما نیست، موضوع برنامه ما تحریف قرآن از دیدگاه بعضی از مسلمان نماها هست، اما به هر صورت در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. اگر لطف کن، چون تحقیقات میخوام داشته باشم ببینم اگر بگی ممنون میشم. باشه. متشکرم، خیلی ممنون. تشکر از شما. در این مورد هم ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. بر صورت این روایتی است که آقای مجلسی در اینجا این رو میاره و
ادعا میکنن که بله این تحریف قرآن جزء اعتقادات متواتر اینها است. در همین کتابی که خدمت شما روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه بیان کردم، در صفحه بعدش در جلد دهم صفحه 210 میبخشید، در اینجا هم دوستان اگر ببینن اینجا یک روایت دیگری رو، همون روایت رو آورده و در زیرش از شخص دیگری نظرش رو ذکر کرده که ان القرآن الذي جاء به جبريل على محمد صلی الله علیه وسلم 17,000 آیه و الذي بیننا 6,000 و کسر. میگه که قرآنی که محمد بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده بود 17,000 آیه بود و این قرآنی که در دست ما هست 6,000 خورده ای هست. بعد در اینجا میگه که کسی به نام البیزنطیس گفته که دفع الى ابوالحسن مصحفا، مصحفی رو آورد به ابوالحسن داد و فرمود لا تنظر فیه ففتحته. حالا ببینید که این عجب شیعی هم بوده که مثلا امام میگه که بازش نکنید، رفته بازش که فقرأت فیه لم یکن الذین کفروا فوجدت فیها او فیه اسم 70 رجلا من قریش باسمائهم و اسماء آبائهم. میگه این لم یکن الذین سوره که حالا همه عزیزان میدانن این سوره رو میگه باز کردم. روایت دیگری هم هست در مرآت العقول که میاد میگه که وقتی اینو باز میکنه میگه لم یکن الذین کفروا والذین ظلموا آل علی. بعد دیگه اسم 70 نفر از قریشیایی که به اصطلاح ظلم کردن به آل علی با اسم خودشون و اسم پدراشون در اونجا ذکر شده. قال فبعث الیه ابعث لی بالمصحف. بعد از اون میگه پیام برای من فرستاد که این مصحف رو به من بفرست. و در روایتی دیگر آورده که در اینجا و فی القوی کالصحیح، در یک حدیث قوی کالصحیح آورده که سفیان در اینجا میگه که سألت ابا عبدالله عن تنزیل القرآن قال اقرأوا کما علمتم. میگه که از ابا عبدالله پرسیدم در مورد قرآن چطور نازل شده، گفت همین که هست بخونید. حالا قرآن اصلی رو امام با خودش میاره. فقال ابو عبدالله علیه السلام کف عن هذا القراءه. میگه کسی از شیعیان داشت قرآنی رو میخوند که حالا به اصطلاح امام، البته یک مشکل بزرگی که الان وجود داره اینه، اعتقاد دارن که امامان این قرآن رو نمیخواندن، همون قرآن اصلی رو میخواندن. بعد این قرآن اصلی رو هم امام زمان با خودش برداشته برده. الان تکلیف این همه شیعه‌ای که به قرآن نواسب و به قرآن وهابیون و به قرآن عامه به اصطلاح یا به قرآن اهل سنت، به قرآن تحریف شده دارن عمل میکنن و میخونن، تکلیف اینا چی میشه؟ حالا امام خودش قرآن اصلی رو میخونده، بعد به عامه مردم گفته نه شما این قرآنی که در بین مردم هست این رو بخونید تا که امام زمان بیاره این قرآن رو. بعد میگه که وقتی که امام میشینه میشنوه که این داره قرآن رو اینطوری میخونه، میگه کف عن هذا القراءه، اینطوری قرائت نکن دیگه، اینطوری قرآن رو نخون، همونطوری بخوان که کما یقرأ الناس، همونطوری که مردم میخوانن، حتی یقوم القائم، تا اینکه امام زمان چی بشه؟ ظاهر بشه. فاذا قام القائم قرأ کتاب الله علی هده. وقتی که امام زمان اومد قرآن رو همونطوری که نازل شده میخونه. و اخرج المصحف الذي كتبه علی علیه السلام، و همون مصحفی رو که 17,000 آیه است و حضرت علی نوشته اون رو خارج میکنه در بین مردم. اخرجه علی علیه السلام الى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جمعته من اللوحين فقالوا عندنا مصحف جمع فيه. میگه که حضرت علی قرآن رو نوشت و همون 17,000 آیه قرآن 17,000 آیه رو نوشت و برد پیش صحابه، گفت که این قرآنی که همان گونه که بر پیامبر نازل شده، ما با این قرآن تو کاری نداریم، ما قرآن خودمون رو جمع کردیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام استاد. علیکم السلام و رحمت. عبدالله هستم، تماس گرفتم، اون 5 مورد رو من تونستم برسونم بهتون.
5 مورد رو ما شنیدیم. ادامه صحبت‌های شما تماستون قطع شد. میتونید ادامه بدید. بفرمایید. اون 5 موردی که شنیدیم من بهتون گفتم شرک و کفر و بله. نفاق و ربا و دروغ. بله. ما در عملکرد می‌بینیم اینا رو. من به هیچ چیزی کار ندارم. درست. خیلی ممنون، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. زنده باشید. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. خداحافظ شما. بله بینندگان عزیز و گرامی، متاسفانه این مواردی است که اینها در دینشون، در اعتقادشون آنطوری که آخوندهای اینها بیان کردن وجود داره. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام و سلام ساری خسته نباشید قربان. سلامت باشید. الحمدلله با زیاد کردن نیروی شما ما زیارت کردیم و دیده خدا حفظتون کنه. زنده باشید. من یک سوال داشتم. اگر ما سوره به اصطلاح توبه از سوره 90 تا 100 اونجا به اصطلاح خود برادران شیعه قبول داشته باشن، آیا بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد میشه؟ اگر لطف بکنیم سوره بیاری خیلی، اگر انسان این سوره قبول داشته باشه دیگه اشکالی نداره، بین شیعه و سنی مشکلی نیست به نظر من. حالا اگر لطف کنید شما توضیح بیشتر بدید از ممنون میشم. خدا حفظتون کنه، در پناه الله باشید. زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. ببینید صحبت ما همینه که اگر این قرآن رو ما به عنوان اصل و اساس در دین قرار بدهیم، در وحدت بین امت اسلامی قرار بدهیم، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مشکل اساسی این است که اساسی ترین و اصلی ترین سبب وحدت و همبستگی و همدلی در بین امت اسلامی رو دارن به وسیله این روایاتی که دشمنان اسلام اینها رو ایجاد کردن و متاسفانه امروز اینها شدن مدعیان محبت علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این روایات رو برای ضربه زدن به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد کردن. ببینید امروز نقاط اختلافی که در بین امت اسلامی، در بین شیعه و سنی وجود داره، همه زیر سر همین کلینی و مجلسی و نمیدونم همیناست. همینایی که روایات تحریف قرآن رو بردن، همینا نمیدونم هر کسی که امامت یک امام رو انکار بکنه کافر است و مرتد است و جاویدان در آتش جهنم خواهد بود. مشکل اساسی ما در اینجاست. میان برنامه ای رو دوستان عزیز با هم میبینیم و بعد از اون انشالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شماره تلفن برنامه همچنان زیرنویس خواهد ماند و شما عزیزان میتوانید در برنامه خودتون اشتراک بکنید و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. با ما همراه باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها خوشنودی او را می‌جویند و هرگز در طلب زینت زندگی دنیا چشمانت را از آنها برمگیر و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوای نفس خود پیروی کرده و کارش از حد گذشته و برباد است. نور با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. دوستان فقط اجازه بدید اگر شما تلفن برنامه زیرنویس هست، من عزیزی که تماس گرفته بودن، خب بعضی از سوالات بینندگان سوالات خاردار است و من نصیحتم به عزیزان شیعه این است که سعی نکنند بخوان با سوالات خاردار به اصطلاح سبب بشن که دیگه بعد من که اینجا دیگه تو این لپتاپ شاید حدود 8-9 هزار وثیقه از کتاب‌های شما دارم که سیر و پیاز مذهب تشیع رو اینجا میتونم بیان بکنم. ایشون گفتن که در مورد شاب امرد صحبت بکنید. آخوندها اومدن یک دروغی رو به خورد شیعیان دادن که بله اهل سنت یا به قول اونها وهابیت اعتقاد بر این دارن که خداوند به صورت یک جوانی هست، بیریش، نمیدونم موفرفری فلان. این از این دروغایی که خواستن آیت الله قزوینی و فلان اینا این دروغا رو میارن در شبکه هاشون در برنامه هاشون بیان میکنن. خب وقتی که جوابی نداشته باشن در مقابل استدلال های منطقی اهل سنت، بعد میان متوسل میشن به دروغگویی. و طوری که من از کتاب عین الحیات مجلسی خدمتتون نشون دادم، دروغگویی در مذهب اینا از جمله فضایل اعمال هست. حالا مثلا تبلیغای کتابی دارن به نام فضایل اعمال، یعنی اون اعمال نیکی که شما رو به الله نزدیک میکنه در اونجا جمع آوری کردن. حالا فضایل اعمال در دین اینها چی است؟ فحش دادن، غیبت کردن، تهمت زدن، خلاصه هرچه افعال و اعمال قبیح و زشت وجود داشته باشه رو شما میتونید در جمله فضایل اعمال در این دین بیان بکنید. حتی در دین گبر و ترسا و بودایی و یهودی و به اصطلاح هر دین و مذهبی که در دنیا، حتی اون گوساله پرستا و تمساح پرستا و موش پرستا هم ببینید، در دین اینها هست که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، حرف خوب بزن، فکر خوب بکن، با مردم خوش اخلاق برخورد بکن. تنها در این دین آخوندها به مردم فحش بده. هر چقدر که بیشتر فحش بدی بیشتر اجر و پاداش میبری و مرتبت هم بالاتر میره. در مورد قضیه چی است؟ قضیه شاب امرد عبارت از روایتی است که در خیلی از کتب، از جمله در کتاب منهاج السنه ابن تیمیه و در کتاب
مسند امام احمد و غیره اومده که رأیت ربی فی صورت شاب امرد لو وفره، میگه که پروردگار خدا رو به صورت یک جوانی دیدم که موفرفری است و فلان این هست. قضیه چی است؟ قضیه خواب است. قضیه خواب است. حالا بالفرض محال این حدیث اگر صحیح باشد، این که قضیه بحث جداگانه است، حالا در موردش صحبت میکنم. ولو این که این حدیث صحیح باشد، این خواب است. مثلا شما پدرتون رو در خواب میبینید، خدا رو در خواب میبینید، پیغمبر رو در خواب میبینید و این دیدن خدا و پیغمبر و پدر رو یا هر کسی دیگری در خواب دلالت بر این نمیکنه اون تصویری که شما در خواب دیدید اون یک تصویر واقعی است. بعد این حدیث رو بیان میکنن، اولا دروغ میگن در اینجا. دروغ اول این که نمیگن این خواب هست، میگن بله این واقعیت است و این اعتقاد اهل سنت است یا وهابیت است. دوم این که اعتقاد اهل سنت در مورد تجسیم رو بیان نمی کنن که اهل سنت و خود ابن تیمیه مثلا در مورد تجسیم یعنی چی؟ خداوند رو مجسم کردن به شکل یک انسان اعتقادش چی است؟ در مورد این روایت که خدمت شما عزیزان عرض کردم، امام ذکر کرده، ابو زرعه رازی ذکر کرده، طبرانی ذکر کرده، ابن بشار ذکر کرده، ابو یعلا ذکر کرده و ابن تیمیه هم در بیان تلبیس جهمیه این رو ذکر کرده و اتفاقا در جای ذکر کرده که رد هست بر مجسمه، بر کسانی که قائل به تجسیم هستند. ابن الجوزی در العلل المتناهیه در جلد 1 صفحه 36 و ذهبی در سیر اعلام نبلا جلد 10 صفحه 113 و سبکیان در طبقات الشافعی جلد 2 صفحه حدیث شماره 3122 میگن که این دروغ و افترا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و طریق دیگری که این حدیث ذکر شده طریق مرفوع است که از ام طفیل همسر ابی ابن کعب این رو ذکر کرده و الفاظ مختلفی داره. و همچنین همونطوری که خدمت شما عرض کردم تعداد زیادی از اهل علم این رو وقتی ذکر کردن این رو حدیث ضعیف دانستن و این رو انکار کردن. امام احمد در المنتخب من العلل و یحیی بن معین در تاریخ بغداد و نسائی در علل المتناهیه لابن الجوزی و ابن حبان، سبکی، ابن حجر، سیوطی و شوکانی در فواید المجموعه صفحه 447 این روایت رو ذکر کردن. و همونطوری گفتم بالفرض اگر این روایت صحیح باشد، سندش صحیح باشد، روایت صحیح باشد، خواب است و هیچ اشکالی نیست و اعتقاد اهل سنت مبتنی بر خواب نیست. ما اعتقاداتمون رو در مورد ذات اقدس الهی، در مورد مسائل اعتقادی بر اساس خواب بیان نمی کنیم. اینا فکر میکنن که میگن که کافر عمه را به کیش خود پندارد. اینا هر به قول خودشون هر به اصطلاح دروغی رو، هر چیزی رو که میخوان نسبت بدن بر اساس همون مذهب باطل خودشون نسبت میدن، چون اساس دین اینها بر اثر چی است؟ بر اثر خواب است. فاطمه خواب دیده که رضی الله تعالی عنها که بله یک لوحی رو در دستش میدن که در این لوح مثلا اسم 12 امام است. خواب میبینن که در چاهی در جمکران در اونجا خونه امام زمان است، بعد میرن اونجا رو زیارتگاه درست میکنن. خواب میبینن که امام رضا در فلان جا نمیدونم هست، بعد میرن اونجا رو زیارتگاه شما ببینید اساس دین اینها بر اساس همین خواب و خیال است. فکر میکنن که اهل سنت هم دینشون، اعتقاداتشون بر اساس خواب است و این خواب هیچ جایگاهی در اعتقاد اهل سنت ندارد. حالا میاییم در اینجا ببینید که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه جلد 2 صفحه 313 در مورد اعتقاد خودش و اعتقاد عموم اهل سنت در مورد تجسیم، یعنی مجسم کردن الله سبحانه و تعالی به شکل بشری یا به هر شکلی از اشکالی که ما تصور بکنیم چی میگه؟ والله سبحانه و تعالی منزعة ان یوصف بشیء من صفات المختص بالمخلوقین. الله سبحانه و تعالی پاک است از این که
وصف شود به صفتی از صفات مخلوقین، مثلا بگیم الله مثل ما دست داره، الله مثل ما چشم داره، الله مثل ما مو داره، الله مثل ما مثلا دست و پا داره، زبان داره، دماغ داره، بینی داره، یا که مثلا گوش داره، همه اینها منزه است الله سبحانه و تعالی از اون. این اعتقاد اهل سنت است. و کل ما اختص بالمخلوق فهو صفت النقص. هر چیزی که مخلوق از صفاتی که مخلوق داره، این از جمله صفاتی است که در اون نقص وجود داره. والله تعالی منزه عن كل نقص و مستحق لغایة الکمال. و الله سبحانه و تعالی از صفات نقص مبرا است و پاک است و مستحق است به صفات کمال. وليس له مثل في شيء من صفات الكمال فهو منزعة عن النقص مطلقا ومنزعة في الكمال أن يكون له مثل. الله سبحانه و تعالی منزع است که صفتی از صفات مخلوق رو داشته باشه، شباهتی به مخلوق داشته باشه، و حتی منزه است از این که در صفات کمال خود مانند خود مثل و مانندی داشته باشد. این خلاصه قضیه شاب امرد بود که این بیننده ما این سوال خاردار رو کردن و من جوابش رو دادم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟ سلامت باشید. سلامت باشید بیننده عزیز اصفهانی. بله یه سوالی من برام پیش اومده که این آخوندا نمیدونم راست یا دروغ میگن ام المؤمنین عایشه جند و فاحشه بود لعنت به عمر خط. بله دیدید دوستان عزیز، لحظاتی پیش من روایت را از عین الحیات مجلسی خدمتتون خواندم که فضایل اعمال در دین تشیع این است که فحش بدید، غیبت بکنید، تهمت بزنید، به همسر پیامبر ناسزا بگید. دیدید خودتون. حالا نگید که بیننده مشهدیمون، دوست عزیز مشهدیمون فرمودن که بله حالا این چیزها هست و ما شیعیان به این اعتقاد نداریم. و شاهد من اهلها. یکی از خودتون اومد اینجا صداقت ما رو ثابت کرد، حقیقت رو ثابت کرد. دین این دین است. اینا شاگردای آخوندا هستن. اینا در مدرسه کلینی و مجلسی و خمینی بزرگ شدن. یعنی چی؟ یعنی فحش بده، توهین بکن، اهانت بکن. الان این بدبخت بیچاره مادر مرده چه فکر میکنه؟ فکر میکنه که خیلی کار بزرگی انجام داده، دیگه درجاتش همینطوری داره میره بالا. من این چیزی به شما بگم، باور کنید در بین بدترین مخلوق های بشر ببینید، انسان ها در بین بدترینشون ببینید، به همسر رهبرشون، به همسر بزرگشون، به همسر به اصطلاح قائدشون توهین نمی کنن. چرا؟ چون فکر میکنن وقتی ما به همسرش توهین بکنیم، به خانوادهش توهین بکنیم، این در حقیقت توهین به خود اون شخص است. تنها در این دین ما میبینیم که توهین کردن و اهانت کردن به همسر پیامبرشان را از جمله فضایل اعمال میدونن. از برای خدا ببینید، به خاطر گل روی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم شده، نباید که در مورد همسرش چیزی بگن. اما این جماعت پست فطرت ببینید که به همسر پیامبر هم رحم نمی کنن. یعنی از برای خدا حداقل به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که شده در مورد همسرش چیزی نگید. من نمیگم از ام المؤمنین صدیقه طاهره حفیفه محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که رغم انف همه آخوندها الله سبحانه و تعالی از بالای 7 آسمان پاکی و براءت او را در سوره نور نازل میکنه، من نمیگم شما تعریفشو بکنید. الماس، در و گوهر نیاز به تعریف و تمجید نداره، مشکان است که ببوید. من میگم که به خاطر گل روی رسول الله هم که شده به شما به اون چیزی نگید، حداقل سکوت بکنید در موردش. وقتی من میگم که اینا انسانهای فحاش، اینا شیعه علی نیستن، چون که شما همه کتب شیعه رو بگردید، یک فحش از زبان علی نسبت به مخالفینش پیدا نمی کنید. و این مدعیان دروغین پیروی از علی رو ببینید که چگونه برخلاف علی عمل میکنن. الله سبحانه و تعالی همه ما رو هدایت بده که پیرو واقعی قرآن کریم، پیرو واقعی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و
محب واقعی صحابه و اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا شما الله را دوست دارید، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. رسول الله فحاش نبودن، توهین نمی کردن، اهانت نمی کردن، تهمت نمی زدن، بلکه ما را از این منع کردن. اما اینها نه پیرو پیامبرن نه شیعه علیین، اینا شیعه و پیروان عبدالله ابن سبی یهودیان که این دین و مذهب باطل رو برای ضربه زدن به اسلام و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد کرد. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.